به نام خدا. هر سلام خدمت همه دوستان. یه چیزی رو یکم درد و دلی با هم صحبت کنیم. واقعا تو این روزها و حتی ماهای قبل زیاد می‌بینیم خیلی از مشاورا میگن که بچه‌ها اینقدر غر نزنید، زمان ما کنکورس خیلی سخت‌تر بود، این ماجراها. ببینید بچه‌ها، اینا همش حرفه. اینکه شما الان دارید سختی‌های خیلی بیشتری رو نسبت به دوره ما در مسیر کنکور تجربه و تحمل می‌کنید، واقعا شکی توش نیست. کنکور ما شاید به اندازه خودمون با توجه به امکاناتی که اون موقع داشتیم سخت بود، ولی شما فشارهای مضاعفی رو دارید تحمل میکنید. امتحان نهایی رو دارید، خود کنکور رو دارید، کنکور اول، کنکور دوم، همه اینا قابل درکه و واقعا هم حق دارید خیلی جاها خسته باشید، ناراحت باشید. اما مسئله که هست اینه که یه نقطه مشترکی هست و اون اینه که شرایط برای همتون یکسانه. یعنی امتحانی که من میدم دیگری امتحان مشابه رو میاد میده و تجربه میکنه، همون رو داره امتحان میده و شرایط برای همتون یکسان هست. پس من باید بیام جوری خودم رو برای هر امتحانم، برای کنکورم آماده کنم که بتونم از پس انواع سوال بر بیام. الان چیزی که خب داره اتفاق میفته در نهایی های امسال، سبک جدید سوال هست. ببینید در تمام سالها هر زمان یک درسی در امتحان نهایی یا کنکور سخت شد، فقط معنیش این بود که یک سبک جدیدی از سوال رو دارن طرح میکنن که تا حالا توی کتاب‌ها و آزمون‌ها و غیره ما ندیدیم. و همین اتفاق مثلا در درس فارسی برای 12می ها افتاد. یه سبک جدیدی از سوال مطرح شد که نیاز به این داشت که شخص اون چه که ریشش در کتاب اومده بود رو بره مفهومی‌تر بهتر بخونه و بلد باشه. خب و این مسئله است که باید خیلی شما توی امتحان‌های بعدی بهش دقت کنید و تجربه ناشی از این که دو تا امتحانی که گذشته باید به شما در ادامه کار کمک کنه. اما یکی از آیتم‌های خیلی خیلی مهم که واقعا باید بهش فکر کنید و انجام بدید اینه: وقتی من میام تو ذهنم این رو میچینم که انتظار ندارم امتحان خیلی عجیبی ببینم، قراره برم یه امتحان خیلی روتین ببینم، 20 شم پاشم بیام. وقتی میرم سوالات جدیدتر، سوالات سخت‌تر و مفهومی‌تر میبینم، شوک به من وارد میشه و اون شوک استرس ایجاد میکنه و استرس اون بخش یادگیری مغز رو بلاک میکنه. اما اگر من برای امتحان بعدی بگم خب امسال چیزی که مشخصه اینه که امتحان قراره 20% انگار سخت‌تر از سال پیش باشه، پس با این دید میرم که شاید یه مقدار سوالای سنگینم ببینم، اینجا به من شوک وارد نمیشه. و اگر امتحان خوبی باشه، چون استرسی هم بر من وارد نیست، نمره خوبی میگیرم. امتحان سختی هم باشه، مجددا با هر نمره‌ای بگیرم تراز خوبی به من تعلق میگیره. اینها نکاتی است که منتاله و واقعا مدیریتش در اختیار شماست و دارید الان اینها رو حداقل تو این ویدیو میشنوید. خواهشم اینه که برای ادامه مسیرتون خیلی خوب از اینا استفاده کنید. اینا چیزاییه که ما باید بگیم، یعنی ما هم به عنوان مشاور باید کاربردی صحبت کنیم، نه اینکه دائما در فضای مجازی وقت شما رو بگیریم و بگیم که یک عددی رو برای من بفرست، یک فایلی رو برات بفرستم. با این چیزا ما نمیتونیم نهایی رو خوب کار کنیم، نمیتونیم کنکور خوبی کار کنیم. خواهشم ازتون اینه که بیایید و روی جزئیات بیش از پیش وقت بذارید، این مواردی که عرض کردم و این مقدار بهش دقت کنید تا اون آرامشه ایجاد بشه و اون چه که میخونید بتونه خروجی خوبی رو در حد و اندازه خوندن شما در اختیارتون بذاره. با آرزوی موفقیت برای همه عزیزان.